توی پارت اول آموزشمون مدل سازی درب لوله‌ای کابینت‌های هواییمون رو به سبک انزو تمام کردیم. توی پارت دوم می‌خوایم مدل سازی درب یونیت‌های زمینیمون رو باز به سبک کابینت انزو انجام بدیم، ولی این بار لوله‌ای نیست و به صورت آرک می‌خوایم این مدل سازیمون رو انجام بدیم و یک درب زیبا رو برای کابینت انزومون مدل کنیم. دوستانی که پارت اول این جلسه‌مون رو ندیدن میتونن توی آدرس تلگرامی ما عضو بشن و این جلسه رو ببینن و بعدش بیان سراغ پارت دوم. برای مدل سازی درب یونیت های زمینی به سبک کابینت انزو کافیه که بیای توی قسمت کرییت یعنی خلق کردن یا کشیدن. اینجا میای توی قسمت جیومتری، اگه بخوای 3 بعدی بکشی از اینا کمک میگیری، اگه نه مثل من میخوای 2 بعدی بکشی میای توی قسمت شیپ. اینجا اشکال 3 بعدیتون رو میتونید از اینا کمک بگیرید. برای مثال لاین یعنی خط دیگه 2 بعدی هستش دیگه، درسته؟ یا رکتنگل مربع یا مستطیل. اگه بخواید مربع مستطیل بکشید کافیه که بیای روی رکتنگل کلیک کنید. اگه روی رکتنگل کلیک کنم و بیام روی یونیت هام یه رکتنگل بکشم میبینید که به جای اینکه جلوش بیفته میفته پشت دیوار. پس ما باید حتما اتوگرید رو فعال کنیم که بتونیم از روی این بکشیم. خب تا اینجاش متوجه شدین که اتوگرید یعنی از روی یه چیزی بتونیم بکشیم. الان من میخوام روی این دیوار بکشم، کافیه که اتوگریدم رو اینجا فعال کنم و اینجا بتونم روی این بکشم. یا اگه بخوام اینجا بکشم روی این دیوار اتوگرید فعاله، اینجا میتونم بکشم. اگه اتوگرید غیر فعال باشه بکشم میفته پشت سرش، میبینی افتاد اینجا. پس حتما اتوگرید باید فعال باشه. اما فاکتور دوممون، اینجا ما باید اسنپمون رو فعال کنیم. کلیک راست کنیم ورتکس فقط فعال باشه. اگه گزینه دیگه ای فعال بود ببندین، فقط ورتکس. با این کارمون گوشه های کار برای ما مشخص میشه. میبینید یه کادر زرد رنگ رو برای ما میاره که کاملا میتونیم گوشه های کارمون رو مشخص کنیم. پس اتوگرید فعال، اسنپ فعال، کلیک راست ورتکس فعال. اینجا رکتنگل رو انتخاب کردم. اگه از این گوشه بکشم بیارم اینجا میبینی که کاملا تونستم این گوشه های کار رو انتخاب کنم. الان من بخوام اینجا یه مستطیل بکشم یا مربع، کافیه که کلیک کنم بیارم اینجا هم بکشم همین صورت. ببینید خیلی راحت میتونید همه اینا رو به این صورت انتخاب کنید. اگه اشتباه کشیدین دیلیت بزنید به این صورت. پس خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. پس ما اومدیم به این سادگی اینا رو کشیدیم. بعد از اینکه کشیدین کافیه که کلیک راست کنید از دستور خارج بشین. حالا ما باید بیایم به این اشکال 2 بعدی که کشیدیم یه سطح مقطع نسبت بدیم. من میام اینجا روی این 2 بعدی کلیک میکنم، آلت و کیو میزنم که صحنه‌ام سبکتر بشه، راحت بتونم روی این کار کنم. همینطور که میبینید این 2 بعدی هستش. آلت و دبلیو رو میزنم 4 تا نمام برای من ظاهر بشه. دقت کنید که هر بار که میخوای سطح مقطع برای یه جسم 2 بعدیتون بکشید حتما باید اون سطح مقطع رو توی نمای تاپ بکشید. من میام توی نمای تاپ، غلطک موس رو میزنم کادر زرد رنگ برای من ظاهر بشه، بعدش آلت و دبلیو رو میزنم که این نمای تاپ بزرگ بشه. دقت کنید من اگه بیام اینجا این درب کابینت انزو رو براتون نمایش بدم، این دارای یه ضخامتیه، یعنی از این پایین تا بالاش باید 2.5 سانتی متر باشه، از این کف تا سقفش 2.5 سانتی متر ضخامتشه. پس من برای اینکه بفهمم این 2.5 سانتی متر چقدر هستش میام یه دونه رکتنگل دیگه به این صورت میکشم، شانسی اینجا هم این عدد 7 که وجود داره 2.5 مینویسم تا بفهمم هر چیزی که میکشم داخل این 2.5 سانتی متر باشه، یعنی داخل این قسمت. بعدش دوباره میام لاین رو انتخاب میکنم و میخوام برای خودم یه سطح مقطع بکشم. حتما باید این تیک غیر فعال باشه. اتوگریدتون هم میتونی غیر فعال کنید. اینجا میایید از این وسط، خب از این وسط یه دونه کلیک میکنید، شیفت رو میگیرید میارید اینجا یه دونه کلیک میکنید، بعدش میایید یه مقدار پایینتر، مثلا تا اینجا، فرقی نمیکنه تا کجا بیاد. بعدش میارید تا انتهاش کلیک میکنید، بعدش میارید اینجاها یه دونه کلیک میکنید. اینجاها باید یه آرک بخوره،
خب یه آرک بخوره. من یه دونه کلیک راست میکنم، از دستور لاین خارج شدم. پس اون چیزی که من الان کشیدم دقیقاً این. اگه بیارم اینجا به این صورت کاملا مشخصه، میارم سر جای خودش قرار میدم. بعد از اون از آرک استفاده میکنم، روی آرک کلیک میکنم. اینجا میتونم مثلا بیام از اسنپ هم استفاده کنم که اینجا رو بشناسه. بعدش میارم اینجا، ببین اول اینجا کلیک کردم، دوم اینجا دیگه ول میکنم. بعدش یه مقدار یا میتونی به این سمت بیاری یا به این سمت، تقریبا میارید اینجاها، تمومش میکنید. حالا کلیک راست میکنید، از دستور خارج میکنید. حالا معیاری که اول سر کشیدیم به صورت مستطیل بود رو دیلیت میکنیم، دیگه بهش نیاز نداریم. حالا اینا رو باید به هم جوش بزنیم. کلیک راست میکنم، اینجا یه گزینه های اضافی برای من میاره که توش اتچ هم هستش. دقت کنید که روی لاین کلیک راست کردم و یه عده میان روی این آرک کلیک راست میکنن، اینجا نمیاد. پس همیشه سعی کن روی لاین کلیک راست کنین، اما میتونید روی آرک هم کلیک راست بکنید. اگه بخواید روی آرک کلیک راست کنید و اون گزینه ها رو بیارید، کافیه که کلیک راست کنید، اینجا کانورت تو اسپی لاین کنید. حالا اگه کلیک راست کنید، اینجا هم این گزینه ها رو براتون میاره. اینجا ما یه اتچ داریم. اتچ یعنی یکی کردن. روش کلیک میکنم، روی این لاینم کلیک میکنم تا اینا یک دست بشن. باید من از نماهای دیگه چک کنم ببینم اینا بالا پایین نباشن. میام اینجا از نمای پرسپکتیو نگاه میکنم، کاملا میبینید که توی یک سطح هستن، یعنی اینجوری نیستن. دقت کن، گاهی مواقع پیش میاد که مثلا هنرجو میاد میکشه این اینجاست با این فاصله داره، اینجوری نباشه. من کنترل زد میزنم که برگرده. حالا که از نمای پرسپکتیو اومدم چک کردم، این نمای تاپم رو بزرگ میکنم بقیه کاراش رو انجام بدم. من اگه بیام روی ورتکس این گوشه کار رو انتخاب کنم بکشم این طرف، میبینی که باز هستم با اینکه اتچه. پس باید اینا رو به هم جوش بزنم. میام از اینجا کل این قسمت رو انتخاب میکنم، یه مقدار میام پایین، یه ابزاری داریم به اسم ولد، میارم مثلا اینجا رو میذارم 100، ولد میکنم تا جوش بخوره. اینجا هم بازه، اگه دقت کنیم من بیارم این طرف یا ببرم بالا، میبینی که باز شد. خب پس باید بیارم اینجاها این رو ولد بزنم، اینم جوش داده شد. خب تا اینجای کار کاملا اوکی هستش. حالا ما باید این سطح مقطعمون رو به این دو بعدی یا رکتنگلی که کشیدیم نسبت بدیم. برای این کار کافیه که بیای توی این قسمت از دستور خارج بشی. حتما این ورتکس رو خاموش کن که از دستور بتونی خارج بشی. میای توی این رکتنگلت، یعنی نباید بیای روی اینا، حتما باید روی رکتنگلت بیای روی مادیفایر لیستش یه دونه بی بزنی، مواردی که با بی شروع میشن رو برات میاره. بیول پروفایل رو انتخاب میکنی. خب اینجا میاری روی کلاسیک میذاری، بعدش میزنی پیک پروفایل رو انتخاب میکنی، میاری اینجا روی این پروفایلی که کشیدی کلیک میکنی به این صورت. حالا دو تا پیشنمایش از پروفایلمون به ما داده. یکیش این قرمزه هستش من خودم کشیدم، یکیش هم اون سبزه هستش خود نرم افزار به ما تحویل داده. بهترین حالتش اینه که این دو مورد، دو تا پروفایلی که وجود داره به یک سمت باشه، یعنی با هم اختلاف 90 درجه نداشته باشن، هر دوتا به یک سمت باید باشه. پس ما باید اون چیزی که خودمون کشیدیم رو بچرخونیم. کافیه که بیای روی این قسمتی که سطح مقطعی که کشیدی کلیک کنی، بیای بازش کنی، سگمنت رو انتخاب کنی، کل این قسمت رو انتخاب کنی، ای رو بزنی، این رو یه دونه بچرخونی. ببین با این که میچرخونی اینم این شکلی که اینجا هستش هم میاد میچرخه. کنترل زد میزنم، این بار زاویه رو انتخاب میکنم که با استفاده از زاویه بیاد بچرخه. کلیک راست میکنم روی این زاویه‌ام رو میذارم روی 90 درجه، یعنی با هر بار چرخوندن این 90 درجه بچرخه. حالا اگه یه بار این رو بچرخونم این درب من ایجاد شد و از این دستورم خارج میشم. حالا با اوربیت اگه من بیام بچرخونم میبینی که درب انزوی من به این صورت ایجاد شد. بسیار عالی و زیبا. کاملا از این قسمت نگاه کنید، به این صورت ایجاد شده و اومده جلو. دقیقاً هم اندازش 2.5 سانتی متره. حالا من زوم کردم به این صورت داره دیده میشه. F4 رو بزنید به این صورت کاملا براتون نمایش داده میشه. حالا برای اینکه بیاریم توی صحنمون کافیه که اینجا شو رو بزنید،
و W رو بزنید، این رو بیاریم سر جای خودش قرار بدیم. این دربی هستش، مدل کردیم، یه مقدار میاریم جلوتر. اینجا مثلا ای رو میزنیم، این رو میچرخونیم دوبار، بعدش میاریم سر جای خودش، میچسبونیم به این کابینت هایی که اینجا هستش. آلت و W رو میزنیم که تصویرمون بزرگتر بشه، راحتتر بتونیم کار کنیم. توی این قسمت از آموزش میتونیم از 3 روش متفاوت استفاده کنیم. یا اینکه این رو کپیش میکنی میاری اینجا، یه درب دیگه در نظر میگیری، با ادیت پلی بزرگ و کوچیکش میکنی. یا اینکه نه، همین دو بعدی که به صورت مستطیل کشیدیم رو انتخاب میکنی، باز دوباره میای اینجا بی رو میزنی، بیول پروفایل رو انتخاب میکنی، اینجا کلاسیک رو انتخاب میکنی، پیک پروفایل رو انتخاب میکنی، دوباره میزنی روی این. حالا دوباره باید بچرخه دیگه، درسته؟ میتونی روی میرور بزنی بچرخونیش. اینم یه روششه. یه روش دیگه هم یادتون بدم، اینجا باز میای روی مثلا این یکی از این مواردی که کار کردی، همین بیول پروفایل رو میتونی کپیش کنی، خب از موارد قبلی بیای روی این قسمت روش کلیک کنی، مثلا این دو بعدی که اینجا میبینی، اینجا بیای کلیک راست کنی پستش کنی و باز دوباره بیای میرورش کنی. یعنی همه این کار رو میتونی انجام بدی. حالا دوباره مثلا اینجا من میام روی این پستش میکنم، میرور میزنم، به این سادگی میبینی که میتونیم این کار رو انجام بدیم. باز میرور، اینجا هم اوکی، باز دوباره میزنم روی این قسمت پستش میکنم و باز میرور رو میزنم. اینجا یه کشویی هم من میخوام براتون ایجاد کنم. دقت کنید که برای ایجاد کشو میایم روی این سطحمون کلیک میکنیم، یعنی اینجا یا اینجا فرقی نمیکنه. اینجا من میام ایج رو انتخاب میکنم، با نگه داشتن کنترل ایج راستی و چپی رو انتخاب میکنم، یه دونه کانکت میزنم، وسط یه خط میفته، درسته؟ باز دوباره میام توی قسمت به علاوه، اینجا توی قسمت دو بعدی رکتنگل اتوگرید رو گفتیم فعالش میکنیم، اسنپمون هم فعال. حالا از اینجا اگه من بیام توی این قسمت میبینی که راحت تونستم این کار رو انجام بدم. اینجا میام این رو انتخاب میکنم. خب حالا که این دو مورد رو انتخاب کردم، خیلی راحت میتونم وارد تنظیماتش بشم، پستش کنم و اینجا باز دوباره میرور، دوباره روی این قسمت. دقت کنید که روی بالایی حتما کلیک کنید، پستش میکنیم و این رو دوباره میچرخونیم. به همین سادگی تونستیم این موارد رو ایجاد کنیم. ببینیم با رندری که گرفتیم اختلافی داره یا نه. خب این رندری هستش که ما گرفتیم، ببینید کاملا اوکی هستش. اگه من بزرگش کنم بیارم این سمت و اینجا اینم بزرگش کنم، شما کاملا میبینید که یکی هستن. به این صورت خیلی ساده میتونید از این موارد استفاده کنید. بسیار کار ساده ای هستش. پس اینا رو مدل کردیم، اینا رو هم که مدل کردیم طراحی کردم، واقعا کار لذت بخشه، به شرط اینکه ساده آموزش داده بشه تا همه بتونن کاملا یاد بگیرن و ازش استفاده کنن. اگه این جلسه از آموزش‌های رایگانمون براتون مفید بود، خوشحال میشیم این آموزش‌ها رو به دوستاتون فوروارد کنید و ما رو توی صفحات مجازی دنبال کنید و لایک کامنت یادتون نره.